بسم الله الرحمن الرحیم. اینهایی که در رأس هستن چطور توجه به این مسائل ندارند؟ چطور آقای رئیس جمهور دخالت در این امور نمی کند؟ چه شده است اینها را به کارهای دیگه مشغولند؟ اینها بودند که شما را به این مسندها نشوندند. این چه وضعی است در این مملکت؟ چرا این اشخاصی که در این ادارات مشغول فساد هستند، چرا اینهایی که مشغول هستند که جوانهای ما را تباه کنند در این ادارات تصفیه نمی کنید؟ من نمیدانم این مملکت وضعش چیه. تا کی صبر کند ملت ایران و تا کی شما میخواهید اصلاح کنید امور را؟ ما سکوت میکنیم، هی میخوایم مطالب را خودشون حل بکنن. معذالک به فکر این حرفا کم هستن. در اون حرفایی که میزنید قدرم عمل کنید. اگر عاجزند کنار برند تا ما افرادی پیدا بکنیم که عاجز نباشند. من از شماها عذر میخواهم، من از ملت ایران عذر میخواهم، من از این مادرهایی که بچه های خودشون را از دست دادن معذرت میخوام که عرضه این را ندارم که کار را درست کنم. ما نتوانستیم برای شما کاری انجام بدیم، ما ضعیف هستیم. وزارتخانه های ما باز وزارتخانه های طاغوتی است.